امیم از پیشم سوال کرد که اولاده چطور است؟ من گفتم راست بگویم اما 3 ماه میشه که اولاد خود در بیداری ندیده. رفتم خواب هستن سیست دیگه نه. همینطور مدرسه داشتم میکشید مرا، بسیار سرم سخت تمام شد، لیکن الله متعال در خیر گشتانده بود. چرا؟ تحول آمد، انقلاب آمد، کل کتابای خود آمد مدرسه را برده بودم. با مجردی که کشید مرا مجبور شدم که کتابای خود بکشم. اگر کتابا را نمیکشیدم من از مدرسه نمیبرآمدم، تحول می آمد. تحول خود چی می باشد؟ چور و چپاول. مدرسه چور شد، هیچ چیزش باقی نماند، کتابایش همه چیزش. کتابایم چی میشد؟ یک کشام در دستم نمی آمد. کتابای مکمل محفوظ باقی ماند. پس آن فهمیدم که فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه، بگو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خیر کثیر است. در یک مرتبه دیگه در یک جای مرا کسی طلب کرد در مدرسه در دیگه جای داشتم، مرا در دیگه مدرسه آورد. طبیعتم قبول نمیکرد. چرا؟ مدرسه را دوست داشتم، خودم جور کرده بودم. لیکن پسان اینطور گپ آمد که اگر اونجا باقی میماندم هیچ چیز از کتابایم باقی نمیماند. کتابا را وقتی اینجا انتقال دادم چند روز بعدش منطقه چور و چپاول شد. این گاهی اوقات اینطور است. برادرها و خواهرای ما گاهی مواجه به اینطور یک عمل میشه که بسیار سخت تمام میشه، خصوصا در دعوت، خصوصا در عملی کردن سنت رسول الله. اینطور حوادث ناگوار پیش رویتان میاد که هیچ پرسان نکنه. اول ما چقدر مردم بدگویی ما را میکنه. اول بیگاه شام بعد از آذان یک نفر برم زنگ زده، اول دشنام داده برام. این به نظر من ناگوار است، لیکن الله برام اجر میده ان شاء الله. چرا که به خاطر دین او مرا دشنام میده، به خاطر چیزی دیگری نیست. مال و متاعش خود دزدی نکرده. الله متعال در یک عمل بر انسان خیر کثیر گشتان. امی تو امتحان میشی، دیگه هم در عقیدت پخته میشی. در این روز خود سری تو سخت تیر میشه، اما تو قدر دین نمیدانی. دیگه که هیچ ندانی امی گپ در یادت میاد که یاران من خود پدر و مادر اینقدر مرا سخت دیری کرده و اینقدر سرم سخت تمام میشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چی سختی را تیر کرده. بس امی قدر یک مزگکی خوردی محنت و زحمت رسول الله صلی الله علیه وسلم میچشی، امی برات کافی است. الله در خیر کثیر گردانده می باشه. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر شما اراده داری تبدیل کردن بنابر محبت شما، تبدیل کردن یک همسر مکان زوج در جای همسر دیگه، و آتیتم احداهن قنطارا، و شما داده باشید در مهر یا به طریق بخشش به یکی از یا قنطارا خزانه بزرگ مال زیاده داده باشه، فلا تاخذوا منه، نگیری از زمین مال دادگی شیئا چیزی را که شما وارا مجبور کنه، بهانه جور کنه، تنگ کنیشه تا که او مال برای شما بخشش کنه پس بده و بعد از او خود اله کنه. قصدی تو است که من زن نگاه نمیکنم، دیگه زن میگیری محبت قطعی ازی نداری، قطعی دیگه محبت داری، حالی دیگه را جور کده رویستی که کهی را تنگ بسازی که خود بگویه که تیر از محرم مرا خلاص کو، رها کو. اینطوری کارا را نکو. چرا؟ احسان فراموشی نکو. با عقد ای را به نکاح گرفته بودی، خبر داری نه؟ با او کلمه ایجاب و قبولی که الله با واسطه او کلمه بری تو حلال ساخته، او پیوندی که الله در بین شما قرار داده بود، پیوندی الله در یادت است یا نه؟ یک. دوم، اتاخذونه، آیا شما میگیری از یا همین مهر یا چیزی بخششتانه بهتانن، به بهتان که در ذات زن بهتان میلگانی، تهمت میلگانی، و اثم مبینا، یا به گناهی که آشکارا است، یعنی مالش به زبردستی زور به بهانه و حیله میگیری، این کار نکو. و کیف تاخذونه، چه قسم شما میگیری این همین مالی داده شده را بری از یا بر علاوه که بهتان یا تهمت میلگانی، قد افضا، یقینا که رسیده بعضکم بعضی از شما الی بعضین برای بعضی دیگرا، یعنی بدون حجاب در زیر لحاف زندگی تیر کرده. چطور بری تو وجدانت اجازه میده که ولی مال هم پس بگیری؟ این قدر عمر قطعی از او سپری کردی، حالی میخوایی که مالی تم پس بگیری؟ عزت و آبروی از او خورفت دیگه. تولی بازم نعوذ بالله او را مجبور میسازی که مال برات بده، مفت و جفت زن دیگه را بگی، و این قدر وقت قطعی زن سپری کردی. تو وجدان داری یا نداری؟ و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، گرفته بود از شما وعده محکمه،
ایجاب و قبول شده بود و وعده محکم نبود. وعده محکم منافقت دایش نمیه که نعوذ بالله آلی برای چند روز قطیتو نکاح میکنم باز من یک یاری دیگه دارم تره امیطور اعلام میکنم. کسانی که پشت دین نمیگرده پشت موتر و آرگا و بارگا و خارج میگرده خواهرای آمده که گریان کرده برای 4 روز از امریکا آمده اینجا نکاح کرده 4 روزی خدا به عیش و عشرت تیر کرده پس الا کرده شه طلاقم نداده نان و نفقه هم برش روان نمیکنه نمبری خودم به کس نشان نمیده سالا بیشی نمیجه بازم فقه حنفی باشه که برات میگه که تا که همسنایش از بین نرفته تو نکاح نمیتونی تا که 80 سال تیر نشده نکاح نمیتونی. این زن چی کنه این دختر چی کنه شما بگوی فقه حنفی را عملی کنیم؟ نه امی علمای احناف هم اینجا میگه که به فتوای امام مالک رحمه الله اینجا چی شوه؟ بگوی عمل شوه. فقه کلیش عملی شده نمیتونه. بعضی گپایش طوری است که یک بیخی آدم رای حل گم میکنه. همین زن چی کنه خیر؟ خب پشت اینمی خارجی ها نگرده. خارجی ها البته کل گیره نمیگیریم ما در خارج الله متعال توفیق و قوت دیگه هم برش بده جوانایی داریم که وقتی در اینجا در بین جامعه ما میایه از کل کده نمایان از تقوایش ریشش حلیه اسلامیش که هیچ پرسان نکن. در لندن زندگی میکنه در آلمان زندگی میکنه در استرالیا زندگی میکنه اما تقوایش از ما کدام بهتر در غم دین و دعوت مکمل عمر خود سپری میکنه. همیالی ما در ارزان قیمت مدرسه داریم توسط جوانایی که در لندن هستن توسط از او اکمال میشه الحمدلله. این مفکوره را داره. ما اینطور جوانام داریم اما اینطور کسایی رم داریم که الله اکبر در کل عمر نمازم نخوانده و الله رم نمیشناسه لیکن مردم ما فرفته چی هسته؟ در خارج است دلار زیاد داره دختری خود از زمین جا برش آراسته کرده در اونجا روان میکنه 4 روز بعد زنگ میاد به پدر که پدر دیگه آبرو برای ما باقی نمانده چرا؟ در خانه 20 نفر داخل میشه ایره چطور کنه؟ پیش از او خویی گپا مطرح نیست است؟ مطرح نیست نکنه یک کمی فکر یک کمی دمی معاملات فکرتان خوبی گیره. این ظلم است این زیادت است. الله متعالی ظلم و زیادت منع کرده. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم شما نکاح نکنه. اولی الله بیان محرمات میکنه در زمان جاهلیت این گپا مطرح نبود که کدام زن حرام است یا نه یک چیز محدود زنا را سری خود حرام کرده بودند اما عام اینطور گپا نبود. نظام مقدس اسلام بنابر یک حکمت خیلی دقیق و باریک فلسفه حرمت نکاح را قرار داده که با این تعداد زنا از خاطر ازی که رشته قریبی است نکاح کرده نمیتونی. الله حرام قرار داده. چرا الله حرام قرار داده؟ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم شما نکاح نکنی آن چیزی را که نکاح کرده پدرایتان. نظام کفری امروزی در صدد عزیز که هر حکم اسلامی را بررسی کنه تحقیق کنه که چی حکمت است. امروزی حکمت ها را برملا کردن که هر قدر با قریب نکاح بکنی اولاد ناقص و ناتمام می باشه. زندگی محبتش کمتر می باشه بسیار کم می باشه. هر قدر که مسافت دور باشه محبت زیاد اولاد کامل میشه. لیکن ما کل احکام الله را چون مؤمن عقیده به الله داریم الله حکیم است او علیم است. راز و فلسفه را کی میدانه؟ او به حکمت هر کار روا کده یا ناروا کده ما تسلیم به الله هستیم. پشت از این نمیگردیم که دوربین بگیریم که چی ضرر داره چی نفع داره. میگیم الله برای ما امر کرده به چیزی که نفع است منع کرده به چیزی که ضرر داره خلاص این ضرر داره. ولا تنکحوا نکاح نکنیم ما نکح آباؤکم حق ایجاب و قبول که قطعی پدر و مادر صورت گرفته باشه ولو که پدر و مادر قطعی یک زن نزدیکم نشده سری تو حرام شد. گفت ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف مگر او حالتایی که پیش دیر شده انه یقینا نکاح کردن زنی پدر کانه هست فاحشتن یعنی زشت است بسیار زشت است بی حیایی بزرگ است عقلنم و مقتن و خیر زشت است یا سبب خشم پروردگار است. عقل سلیم از این نفرت میکنه. چطور شده میتونه که کسی به نام پدرت باشه با زور تو در نکاحت بگیری؟ و ساء سبیلا خیلی بد است سبیلا از روی شریعت. جهالت تاریکی آنقدر عام شده که از رادیوی آزادی و BBC چند روزی گپه پخش و نشر کردن که بچه مادر زنا میکرد نعوذ بالله.
در افغانستانتان اینطور حالتام تیر شده. به خاطر چی تیر شده؟ میفهمی علتیشه؟ به خاطری که از نادانی و تاریکی زندگی در یک گوشه کرده. هیچگاه در کتاب الله نشست، نه مادر نشسته نه اولادش نشسته. حرمت علیکم امهاتکم، علی الله بیان محرمات نسبی را میکنه. حرام کرده شده بالای شما، بند شده نکاح کردن بالای شما. امهاتکم نکاح مادرایتان، و بناتکم دخترایتان، و اخواتکم و امشیره هایتان که گر پدر و مادر قطعی که اعیانی برش میگیم، پدر قطعی که علاتی میگیم، مادر قطعی که اخیافی میگیم، هر سه قسم خواهرها سر چیز حرام. و عماتکم و همچنان عمه هایتان، هر سه قسم عمه. و خالاتکم خاله هایتان، خاله یک قسم است. و بنات الاخ دخترای بیادر که بیادر زادا برش میگیم. و بنات الاخت دخترای امشیره که خورزادا برش میگیم. و امهاتکم التي، و دیگه او مادرایتان ارضعنکم که شما را شیر داده. شما را شیر داده. شیر کسی را که خوردی تو قطع کل خاندان از اون نکاح نمیتونی. از کدام زن که شیرش خوردی او زن مادرید، شوهرش پدرید، برادر شوهر کاکایت میشه، همشیره امو مادری که شیر خورده خالت میشه، اولادایش خورزادایت میشه، اولادای برادری امی پدرید بیادرزادا چی بچه کاکا برد میشه. اگه اولاد دیگه داره او بیادر و خواهر برد میشه، اولادایش بیادرزاده و خورزاده برد میشه، همه برد میشه، خالش خاله برد میشه. چرا که دو خاندان تو شامل شدی. اما دیگه برادر و خواهرایت بگوی قطع از هیچ رابطه نداره. امی زنی که تو شیرش خورده دخترش برادری تو که دیگه است به نکاح گرفته میتونه. چرا؟ حرمت تنها سری کی آمده؟ شیر خورنده شیر. اما قطع دیگرها اولاد او برادر و خواهرای تو قطع اولاده از و نکاح کرده میتونه. و اخواتکم من الرضاعت، دیگه همشیره هایتان از رضاعت، از شیرخوری. کدام زنه که شیرش خوردی اگر او دخترها داشته باشه تو قطعش نکاح نمیتونی. چرا؟ اولاد از او همشیره های رضاعی شد برای تو. و امهات نسایکم، و حرام کرده شده بالایتان نکاح مادرای زنایتان که خشوع برش میگه. و ربائبکم اللاتی، و دختراندرایی که فی حجورکم ده پرورش شما قرار داده. عادتا اگر دختراندر پرورش ده بغل تو نباشه، تو مادرش نکاح کردی و او دخترش اونجا در خانه دیگه است، قطعش نکاح جایز است؟ نه. این عادتا دختراندر که خرد باشه قطع خود اموزن میاره، قطع ازوم تو نکاح نمیتونی. کی؟ من نسایکم اللاتی، از او زنایتان دخلتم بهن که شما هم بستری کرده باشه همراه زنا، همراه مادرشان، همراه مادرش که هم بستری کردی آلی دختر باز نکاح نمیتونی. این چیز شد؟ بگوید دختری تو جور شد. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، اگر شما باشه که شما هم بستری نکرده باشه، یعنی اگر چه عقد نکاح واقع شده باشه لیکن هم بستری نشده باشه و امی زن طلاق دادی، هم بستری نکردی طلاق دادی، دختر اندریش دختری همی زن که از شوهر دیگه است میتونی نکاح قطعش. فلا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما به نکاح کردن دخترش که از شوهر دیگه است. و حلائل ابنائکم الذین، حرام کرده شده نکاحی او سنوها، یعنی زنای پسرایتان، الذین امو پسرا من اصلابکم که از پشت شما هسته. یعنی او بچه یکی زنای چیسته بچندرا می باشه که او بچه از کسی دیگه است، خود قطع مادرش در خانه تو آمده، زنی از او را در نکاحش خود گرفته میتونی، از او اولادا زنایش نکاح گرفته نمیتونی که از پشت خودت است. و ان تجمعوا، حرام کرده شده که شما جمع بکنی بین الاختین، در بین دو خواهر. دو خواهر در یک عقد شما جمع کرده نمیتونی. اگر یک خواهر وفات کنه تا که عدت او خواهر تکمیل نشده خواهر دیگه شب نکاح گرفته نمیتونی. الا ما قد سلف، مگر آن چیزی که پیش دیر شده. ان الله، یقینا الله متعال کان هست غفور الرحیم، مهربان ذات، حالات سابقه را الله معاف میکنه، رحیم و رحم کننده است که حالی برای شما حدود گذاشت که قطعی نکاح و قطعی نکاح نشوه. والمحسنات، دیگه حرام کرده شده زنانی که شوهردار است، من النساء، از زنا که شوهر دیگه داره، یعنی در عقد نکاح دیگه کس است. این حتی در حالت عدتش هم اگر کسی نکاح کنه نکاح نمیشه. شوهرش وفات کرده یا طلاق کرده، تالی را در عدت است تمام نشده نکاح قطعش حرام است. چرا که در عقد نکاح از او تالی را وجود داره. اما شما خبر داره مجاهدای ما به زور
یک گرنوف گرفتن نکاح را بسته کردن. از زنی که شوهرش وفات کرده بود عدتش تکمیل نبود، الله عمر طولانی و ایمان نصیبش بکنه از پدرم، از والدم. نفرم لط خورده بود و با پدرم امین نکاح را پیش کردم که بگی مناسب نکاح را بسته کن. پدر ما گفت که نکاح نمیشه، بسته نمیکنم. گفت قطع ما مشوره نکن، قطع گرنوف مشوره کن. پدرم برش گفت که خود گرنوف است که قطع تبر اینی قدر پرچه پرچه کنی، من نکاح را بسته نمیکنم. ملا صاحب دیگه هم قطعش بود، و از پدری ما که خیلی علم هم زیاد داشت، پیاله را پیش کرد برش، شرنگی تلا نکاح را بسته کرد. الله معاف کنه شه. این ملاها بندگان مخلوق الله است، بندگان الله نیست. امو مردکه پس آنا میگه من که نکاح از شیعه و سنی بسته کنم، تو ملا را میبرم که واقعا ملاستی واقعا ملاستی. خو گپ دایسته مجاهدین ما اینقدر جاهل بودن که همین نکاح هم به زور گرینوف بسته میکرد. او مجاهد چی؟ او چی جهاد کنه؟ او چی جهاد کنه؟ الله رحم بکنه. ایره چی میکنی؟ ایره چی میکنی؟ ملا همینطور نکاح را بسته میکنه. ملا این نکاح هم بسته میکنه. شما خبر داره زنا را برادرش کرده، آلی فرار کرده، جرگه جور میشه، دبت امشیریش میده. دبت چی میده؟ دبت چی میکنه؟ جنایت برادر کرده، باز میگیره دختر امشیری از او را میگیره، به اون نکاح میکنه. این رواس یا حرام است. ملا صاحب نکاحش بسته میکنه یا نه؟ خیری طور ملا را آدم سنگسار نکنه. یک کیش همیطور گفت که من اینطور نکاح را پدرم بسته نمیتونم، مرا بکشی خوی نکاح را بسته نمیتونم. خو الله رحم بکنه. ایمان به چی معلوم میشه؟ اینطور میده و در تکسی بیران شانده شه. کجا میری؟ در اورانوس نکاح بستگی سو. ملا صاحب بوجه ساز است، سرود است، رقص است، این نکاح را چرا بسته میکنی؟ برای من پیسه میده. باز بیچارگه که در پاکت چی دایره دایای کنده کنده را مانده ای قدر، باز او را شرش کرده که نه بینشم. او را برش میده. از هتل که کشید ملا صاحب پناه به الله که یک موتر استاد میکنه که 200 روپیه 300 روپیه، در کلی پاکت 200 روپیه است. الله متعال ذلیل و خار پس در مسجد میارشه. او رقاصا و بگه به اصطلاح از یا نرمندار سازندار چی میکنه؟ به احترام موتر پشتش آورده، باز اونجا که $1000 میده، او طرف قلاچ میکنه تا که $4000 نشود. در جیبش تیله کده رویست. بسیار به عزت بندی در موتر پس در مجایی دفتری چیشته؟ بگه دفتری ارمونیش میارشه. اینی مسلمان های ماست که پرسان کنی کیست؟ آجی صاحب است که هر روز تکبیر الله میگفت. آجی صاحبی تکبیر الله خونده نیست. یا خود مسلمان میگه و پیش الله پیش میشن یا نمیشن؟ میشن. خب گپ دستری ملا آمد که ملا اگر ملا ملایی بکنه واقعیت جلوی کل معصیت گرفته میشه. همین ملا نروه ساز و سرود آورده برادر من نکاح بسته نمیتونم، پشتی من میدوه. ملای مسجد خو نرفته، پشتی من میدوه. من میفهمم که ملای مسجد است، چرا او نرفته؟ برش میگه ماجی صاحب چرا ملای خودتان والا کار داره روزگار داره. خواجی صاحب کجا است؟ حتما برای میگه دورانوس است، ساز و سرود است یا نه؟ والا بچه ها گمان میکنم شوق کرده. آجی صاحب برو یک ملا را پیدا کن که نکاح را برات بسته کنه. من نمیرم که در سوم بره، در چهارم بره، در پنجم بره، در دوم بره، شو صبح شود نکاح بسته کردنی کسی پیدا نشود که اونجا پایک بزنه شو و عروسی. چی گپ است؟ که آینده باز ساز میاره یا نمیاره؟ خراب کی میکنه جامعه را؟ ملاهای سو میکنه. چی میکنه بگه؟ ملای سو میکنه. بدعت کی رواج کرده؟ کارا را کی غلط کرده؟ همه گپا. جنازه او کسایی که تا دین رو ریشخندی به دین میکرد، جنازه از زیر همین ملا میخوانه. خودش هم شنیده میگه شراب حلال است، فخرام میکنه. ثواب از جنازیش همین ملا دعا از الله طلب میکنه. برادری خو شراب حلال میگفت کافر است، سری کافر جنازه میشه. خود ملا صاحب خوش چی است؟ پیسه دار است، جیبشه 1000 میمانه. حالی بگوی که ملاست. کتاب الله علیکم مقرر کرده شده، فرض کرده شده از جانب الله بالای شما. یعنی این مقررات که من شده نکاح امرایشان این نوشته شده، فرض کرده شده از جانب الله متعال. و حل لکم ما وراء ذالکم، حلال کرده شده برای شما ما وراء ذالکم، ما سوای ازی
غیر از که ما بیان کردیم ان تبتغوا، خو شرط داره که شما طلب بکنه به اموالکم، به مالایتان، یعنی مال مهر مقرر بکنه. محسنین که نکاح کننده باشه، یعنی عفت حاصل کننده باشه، پاکدامنی حاصل کننده باشه. پاکدامنی کی میشه؟ که شرایط موجود باشه، نکاح موقت نباشه، به طریق دوام باشه. چرا؟ هر نکاحی که به طریق دوام نباشه او نکاح نیست، او بهره‌گیری است. او چی است؟ که وقت تعیین کردی بهره‌گیری است. نکاح برای عزیز که یک زندگی دوامدار که از شما اولادا پیدا میشه، تشکیل خانواده میشه، اونو را نکاح میگه. قرآن کریم تعبیر از او به محسنین میکنه. غیر مصافحین، در حالی که زنا کننده نباشه، که برای موقت چند وقت ایره به نکاح میدی، ولو که شاهد هم موجود باشه، نکاح ایجاب و قبول هم شوه، لیکن تو وقت مقرر کرده 1 سال 2 ماه، اگر چی در ظاهر قیدم نمانی، خود نیت تو ارادت باشه که من برای 1 سالی را نکاح میکنم باز طلاق میدم، همین نکاح باز نکاح نیست. اگر چی در ظاهر صحیح است اما در حقیقت همین نکاح صحیح نیست. چرا؟ نیت تو ارادت تو چی بوده؟ طلاق بوده. ایام نکاح موقت میره، حرام است که قطع عزیزان زندگی میکنه. چرا؟ انما الاعمال بالنیات است، نیت آدم توقیت بوده. خب الله میگه که دیگه زنا براتان حلال است، خب به شرطی که مهر بپردازی و پاکدامنی را اختیار بکنه که به شرایطش نکاح بکنه. فما استمتعتم به منهن، پس آن چیزی را که شما نفع میگیره، یعنی از راه های معتبر شرعی نفع میگیره از زنا. فما استمتعتم به، آن چیزی را که شما نفع میگیری به او چیز، منهن از همی زنا پس از نکاح شرعی، فآتوهن، بده به زنا اجورهن، ابو اجرتشانه یعنی مهرشانه، فریدتن مقرر شده از جانب الله متعال. مهر پرداختن سرتان فرض است، ولو که توافق کنه که در نکاح مهرم نباشه، بازم مهر چی میشه؟ فرض میشه، باید بپردازی. از این آیت یک تعداد یک فرقه نعوذ بالله تفسیر غلط میگیره، میگه فما استمتعتم، اون چیزی را که شما نفع میگیره به طور موقت، به او چیز منهن نمیزنا، فاتوهن، بده اجورهن، کرایشه که چند ماه بری خود ایره صیغه کرده ای، غیر چیسته فریدتا مقرر شده، هر قدر که مقرر کرده ای را بده. از امی سوال کنه که همین نکاح میراث برده میتونه یا نمیتونه؟ شما خو ایره نکاح گفته، اولاد از کی میشه؟ اولاد کی بگیرشه؟ ها؟ یادم خو صیغه کرده، امروز آمده بود از امریکا صیغه کرد، در شکم همین دختر اولاد پیدا شد. همین اولاد کی نگاه کنه، کی سرپرستی بکنه، نسبت اولاد به کی شوه؟ تو صیغه کردنی بگو برام. برای وقت موقت نکاح صیغه حلال شده بود، لیکن در جنگ خیبر چی شد؟ پس ای حرام شد. عامی اوتاس هم برش میگه در یک جای ام حمور اهلی گوشتش، یعنی از مرکبای اهلی گوشتش حرام شد، ام نکاح صیغه یعنی نکاح موقت برش میگی، صیغه برش میگی، کلش یکی است. کدام نکاحی که نیت و اراده دوامدار نداری، قصد دیسته که زودتر پس فسخ شوه، این نکاح موقت است، الله متعالی را حرام کرده. چرا؟ اونجا آیت داریم، و آیتی داریم الا علی ازواجکم او ما ملکت ایمانکم. عورت یا نفع گرفتن سر 2 طایفه جایز بود، یکی ازواج، زن کدام میگه که به نکاح صحیح شرعی در عقد آمده باشه، و یا کنیزت باشه از نگاه شرعی ملکتی تو سرش ثابت شده باشه. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. قرآن گفته واره علاله، مردمایی که علاله را رایج میکنه، این صیغه نیست، این نکاح موقت نیست. از همون خاطر کسی که تو نکاح میکنه علاله میکنه حلال نمیشه، لعنتی الله هم سرش هست، و قطعا به شوهر اول جایز هم نمیشه. این گپ غلط است، قطعا حلال نمیشه. چرا؟ قرآن میگه اینجا مراد از استمتعتم نفع گرفتن بعد از عقد نکاح، که نفع گرفتی عالی مهر بپرداز. بچه کاکا از او خاطر میگه فاتوهن اجورهن، فریده، این فرض شده از جانب الله است. تو اگر نفی هم بکنی نفی نمیشه، مهر بپرداز. ولا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما، فیما تراضیتم، در او چیزی که شما راضی شده به او چیز،
یعنی دمال و مهر که کدام رضامندی زن و شوهر آمده من بعد الفریضه پس از مهر مقرر. اینطور نگوی که در عقد نکاح خو یک لک گرفته بودیم پس از او اگر ما مابین خود توافق بکنیم زن بگویم که من خو هیچ چیز ندارم، زن چطور میکنی؟ بگوید که برو 50,000 مهر بده. اینمی کم کردن زیاد کردن مهر هیچ نوع گناه نیست. میتونه پسان بعد از اینکه مقرر شده مهر در عقد شما او را زیاد بسازی یا کم بسازی، ولی به شرط رضا مندی. به طیب دل زن و شوهر که توافق میکنه بالکل. ما در عقد نکاح 20,000 مقرر کردم، پسان هر طرف کار و روزگار کردم، زن میگم که مهرت 20,000 نه 40,000 50,000 30,000 دیگه زیاد میدی. یا میتونی که زن بگویه که برو معاف کردم. ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله متعال علیم است، تمام مصلحت های شما را میدانه، مطابق مصلحت شما حکم روان میکنه. حکیم و حکمت والاست، به خاطر اینمی مصلحت ها احکام خود مقرر میکنه. از او خاطر هیچ کاری الله بدون حکمت نیست. و من لم یستطع منکم طولا، اگر آلی شما مهر پرداخته نمیتونه چی معامله را پیش بگیره؟ و من لم یستطع منکم، کسی که توانمندی نداره از شما طولا از گنجایش و قدرت این که نکاح بکنه المحسنات زنان آزاد المؤمنات مؤمنه، زنان آزاد مؤمنه. محسنات چند اطلاقات داره. یکی محسنات زنان نکاح شده بود، والمحسنات من النساء. محسنات زنان پاک دامن و عفیفه را میگه، مثل که بالا چیسته ان تبتغوا باموالکم محسنین، نکاح کننده باشه، زنا نباشه.